سلام. تو اولین مرحله میخوام نحوه چسبوندن تکسون رو بهتون آموزش بدم. قبل از اینکه کفش رو ببافیم، بعد از اینکه دورگیری کردیم، حالا یا کفشی که زیره‌ای که خودش دورگیری داره یا ای که خودتون دورگیری که کردین، خب تکسون رو شما باید وصل کنید. اگه تکسونتون اینجور بود باید برش بخوره، شما زیره رو به این صورت روی تکسون بذارین. حالا اگه زیره کوچیک بود، بزرگ بود، دیگه بستگی به کار خودتون داره. خب من این چون کوچیکه میخوام کج بذارم که از تکسونه دیگه برای دوتاش بتونم استفاده کنم. به این صورت میبینین وقتی زیره ها رو به این صورت گذاشتین، دورش رو با خودکار قشنگ میکشین. خب بعد برش میدین.